گاهی زندگی اونقدر سخت میشه که حس میکنیم ذهنمون اصلا میپاشه. شکست تو عشق، از دست دادن کار، بیماری یا فشارهایی که از همه جا رومون سنگینی میکنه. اما سوال اینجاست، چرا بعضیا تو همین شرایط قوی‌تر میشن و بعضی دیگه هم در هم میشکنن؟ فیلسوفی که خودش سالها با بیماری‌های سخت، تنهایی و طرد شدن از جامعه دست و پنجه نرم کرد. با این حال از دل همین رنج‌ها فلسفه‌ای بیرون آورد که به ما یاد میده ذهن رو چطور به جای فرار در برابر زندگی مقاوم‌تر کنیم. توی این ویدیو می‌خوایم 10 عادتی رو بررسی کنیم که از نگاه نیچه ذهن رو قوی می‌کنه. عادتی که اگه توی زندگیمون بیاریم هیچ ضربه‌ای نمیتونه ما رو خرد کنه. پذیرش رنج و سختی. نیچه باور داشت رنج نه دشمن ما بلکه معلم ماست. فرار از درد تنها ذهن رو ضعیف‌تر و شکننده‌تر میکنه. جمله مشهور نیچه، آنچه مرا نکشد قوی‌ترم میکند. این یعنی حتی سخت‌ترین ضربه ها هم میتونن بخشی از نیروی ما بشن، به شرطی که بپذیریمشون. یک مثال ساده بخوام بزنم، شکست توی رابطه یا کارتون. بیشتر مردم دنبال فراموش کردن یا پاک کردن خاطرن، اما ذهن قوی نگاه میکنه، تحلیل میکنه و اون تجربه رو به بخشی از قدرت خودش تبدیل میکنه. توی فلسفه نیچه رنج جایی که شخصیت و عمق واقعی انسان ساخته میشه. اراده معطوف به قدرت. نیچه معتقد بود نیروی بنیادی انسان اراده معطوف به قدرته، یعنی میل به رشد، غلبه به ضعف‌ها و خلق چیزی فراتر از خود. ذهن قوی فقط دنبال راحتی و آسایش نیست، بلکه با چالش‌ها روبرو میشه، چون میدونه رشد فقط در مرزهای دشوار اتفاق میفته. از نگاه نیچه قدرت واقعی ذهن همون جایی پدیدار میشه که ما انتخاب میکنیم فراتر از ترس‌ها و محدودیت‌ها حرکت کنیم. خودشناسی و گفتگو با خود. اگه این ویدیو براتون مفیده ممنون میشم از لایکتون. بریم ادامه بخش. اون باور داشت بزرگترین دشمن ذهن قوی فریب دادن خوده. کسی که خودش رو نمیشناسه محکوم به تکرار اشتباهه. ذهن قوی ذهنی که با خودش صادق باشه، حتی وقتی حقیقت سخته. ساختن ارزش‌های شخصی. نیچه با چیزی که اخلاق گله‌ای مینامید به شدت مخالف بود. یعنی زندگی کردن بر اساس آنچه اکثریت میگویند. او میگفت هر انسانی باید ارزش‌های خودش رو خلق کنه، وگرنه برده ارزش‌های تحمیل شده جامعه باقی میمونه. ذهن قوی ذهنی که جرأت میکنه بگه این برای من مهمه، حتی اگه بقیه درک نکنن. در نگاه نیچه آزادترین و قوی‌ترین انسان‌ها کسانی هستن که خودشون برای زندگیشون معیار ساختن. عشق به سرنوشت. نیچه میگفت نباید فقط شرایط خوب رو بپذیریم، باید همه چیز رو، حتی رنج‌ها و سختی‌ها رو بخشی از زندگی دوست داشتنی خودمون بدونیم. ذهن ضعیف مدام حسرت گذشته و ترس از آینده داره. ذهن قوی میگه این مسیریه که برای من رقم خورده، من نه تنها میپذیرمش بلکه عاشقش میشم. این نگرش ذهن رو از جنگیدن بیپایان با واقعیت آزاد میکنه. نیچه زندگی رو فقط بقا نمیدونست. اون میگفت باید زندگیمون رو مثل یک اثر هنری بسازیم. ذهن قوی نگاه میکنه که حتی ساده ترین کارها هم میتونن به بخشی از یک اثر هنری تبدیل بشن. تفاوت ذهن قوی و ضعیف اینجاست. یکی زندگی رو تکرار روزمره میبینه، دیگری همون روزمره رو به فرصت خلاقیت و زیبایی تبدیل میکنه. یاد گرفتن از تنهایی. تنهایی برای خیلی‌ها ترسناکه، چون در تنهایی مجبور میشن با خود واقعیشون روبرو بشن. در واقع خیلی از دستاوردهای بزرگ انسانی زاده لحظات سکوت و تنهایی بود. کنار آمدن با تضادها و هرج و مرج. درون انسان پر از تضادهاست: عشق و نفرت، امید و ناامیدی، میل به نظم و کشش به آشوب. نیچه میگفت باید در درون خودت هنوز هرج و مرج داشته باشی تا بتونی ستاره‌ای برقصانی. ذهن ضعیف از این تضادها میترسه و میخواد همه چیز رو یا سفید ببینه یا سیاه. ذهن قوی میپذیره که همین آشوب‌ها منبع خلاقیت
و زایش ایده های نو هستن. مسئولیت پذیری کامل میشه با سرزنش کردن دیگران با شرایط مخالف بود. او معتقد بود باید تمام بار زندگی خودمون رو به دوش بکشیم. ذهن ضعیف بهانه میاره. ذهن قوی میگه این زندگی منه، من مسئولم، حتی اگه همه چیز علیه من باشه. چنین ذهنی دیگه قربانی شرایط نیست، بلکه سازنده سرنوشت خودشه، یافتن معنا در سخت‌ترین شرایط. نیچه میگفت کسی که چرایی زندگی رو یافته باشد با هر چگونه خواهد ساخت. یعنی وقتی دلیل و معنایی برای زندگی داری، حتی در بدترین شرایط هم توان ادامه دادن پیدا میکنی. ذهن قوی نمیگه چرا من، بلکه میپرسه چطور میتونم به این رنج معنا بدم. همین معناست که انسان رو در برابر تاریک ترین روزها مقاوم میکنه. نیچه به ما یاد داد ذهن قوی در آسایش ساخته نمیشه، بلکه در سختی، تنهایی، تضاد و مسئولیت ساخته میشه. ذهن قوی مثل فولاده، در آتش شکل میگیره. پس اگه امروز در آتش و سختی ها هستی، بدون که داری قوی تر میشی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ممنون که تا انتها تماشا کردیم. موفق و پیروز باشین.